سلام، به ولاگ من خوش اومدین. تو زندگی من اکثر چیزا منو خوشحال میکنه، مخصوصا معاشرت با آدمای جدید که قبلا هیچ شناختی نسبت بهشون نداشتم و یهویی تصمیم گرفتم باهاشون آشنا شم. پس تصمیم گرفتم توی یه ایونتی شرکت کنم که بیشتر شبیه پیکنیک بود و جای شما خالی خیلی خوش گذشت. توی این ایونت چند وعده غذایی، صبحونه، نهار، شام و میان وعده داده میشد و کلی لذت بردیم ازش. همونطور که صبحونه ما رو مشاهده میکنیم که چقدر زیبا و جذابه، مشاهده‌گر تادا تخم قوقاز هستید. اولین تجربه بود که من ازش داشتم و خیلی چرب و لذیذ بود و نیازمند یک کافی بود که بشوره ببره اون حجم چربی رو. و اینکه لوکیشن های زیبا رو مشاهده میکنید. لوکیشن این اقامتگاه خیلی بامزه بود، هر جاش واقعا دیدنی بود. اینجا که دارم فیلم برداری میکنم هنوز یخ بچه ها باز نشده بود، پس وقت برای بازی بود. خیلی بدجنسی 13 یهو دیدی هایده گفت مگه موینم میتونه بخونه اونجاشو دیگه نمیدونم. اینا کالاماری بودن که آماده شده بودن که چاپ چاپ بشن برای وعده غذایی اصلیمون، یعنی نهار. ما هم زیر درخت گردو نشستیم، خوشاپش کردیم، با افراد گروه آشنا شدیم، همدیگر بیشتر شناختیم و کلی لذت بردیم از اینکه چقدر افراد مناسب و خفن و باحالی دور هم جمع شدیم. اینجا دیگه ناهارمون آماده شده بود و ما رفتیم که ببینیم حشمت جون چه کرده. چیکن باتر، کالماری و پلو ایتالیایی، نخود پلو، خوراک گوشت و سالاد، ماهی‌های جنوب. و این ناهاری بود که ما اون روز بر بدن زدیم و کیف کردیم. بعد از اینکه غذای سنگینمون رو خوردیم و دیگه داشتیم منفجر می شدیم، تصمیم گرفتیم بریم و یه پایی به آب بزنیم و به معاشرت با آدم‌های قشنگ دورمون ادامه بدیم. چای و شیرینی بخوردیم و اینکه آب خیلی وسوسه می‌کرد که من برم توش، ولی دوست نداشتم هیچ لحظه‌ای رو از کنار دوستان بودن دریغ کنم. پس به بازی کردن پرداختیم، پانتومیم زدیم و بعدش دیگه هیچ یخی برای آب شدن باقی نداشتیم. بله، همونطور که مشاهده میکنین رقصبانان و سودزنان رفتیم قسمت هیجان انگیز ایونت، سوشی درست کردن و خوردن سوشی هایی که خودمون آماده کردیم. یکی از ویژگی هایی که از هزار تا ویژگی هایی که از حشمت خوشم میاد اینه که ما قبلا سوشی درست کرده بودیم و تجربهشو داشتیم و میدونستیم که چطوریه و راحتی و سختیاش کاملا دستمون بود. کمی نمک توی برنج سوشی نمه یه جلبکه که خب از ژاپن خیلی سخت پیدا میشه، ولی جلبک برنج سوشی، ولی مزهش باید ملس باشه، ترش باشه، یعنی شور باشه یا شیرین جوریه؟ مزهش سرکه‌ای میشه. نمیخوام بگم شکرش زیاده یا نه؟ نه، نصف قاشق شکر داره، فقط برای تعادل طعم. و بهتر که سرد باشه برنج گرم موقع که میکشیم. ولرم به سمت گرم. و جالبش این بود که اون نیومد مثل خیلی های دیگه بگه آره سوشی درست کردن ورکشاپ میخواد، فلانه، بساره. خیلی راحت گفتش که آره کار اوکیه، آسونه و هر کدوم خواستید درست کنید دستکشاتون رو دستتون کنید و اول یه دور من کار رو براتون اجرا میکنم، بعدش خودتون رول کنید و عشق کنید. دستم اینطوری میگیرم، این دوتا انگشتم اینجا نگر میدارم و با این انگشتام متریالم رو نگر میدارم. شستم یه قسمتی از اینو تاچ میکنه. خب زیزر مایونزم بریزم دیگه، این خوشمزه هستن. این قسمتی که شستم تاچ میکنه رو میرسونم به ته این. برای تهش، برای اینکه خیلی راحت تر باشین، میتونین برعکس عمل کنین.
و اینکه مشاهده میکنیم که بچه‌های هنرمند ما هم هیچ کم نذاشتن و سینی سوشی ما مدام پر و خالی میشد و چقدر اون روز سوشی خوردم. خیلی خوش گذشت. خیلی این بخش هیجان انگیز ایونت بود و مشاهده‌گر لحظات خوردن سوشی توسط بچه‌ها هستیم، به ویژه من. الان ترکیب واسابی و سوی سسه یا واسابی نداره؟ نه. بله، مشاهده‌گر دیزاینرهای حرفه‌ای در زمینه سوشی هم هستیم تو اینجا و اینکه بعد از خوردن سوشی ها و عشق کردن بسیارمون تصمیم گرفتیم که بریم یه شنایی تو استخر بکنیم تا شام آماده شه و مشاهده‌گر میز شام زیبای ما هستیم و اینکه دور میز نشستیم و دیگه معاشرت آخر شبمون هم داشتیم و دیگه بچه‌ها هر چی که داشتن و گذاشتن رو میز و خیلی خوش گذشت. مرسی با من همراه بودین.